ایرانیان میمانن. امان خبر شدی تو از این داستان؟ بله بله کم و بیش در جریان هست. منطقه دی افغانان به نام دی هزارا میمانن. دی هزارا تقسیمات کردن بچهای کولابی که هزارا. کدام منطقه را شما، کدام منطقه را ما. این پکتیا و لوگر و خوشحال خان هم میمانن. خوشحال خان خوب جای به نام منطقه علیپور. خوشحال خان هم لویش پایین میکنن به نام منطقه علیپور میمانن. نزدیک است نه به میدان وردک که متوجه باشی. وزیر اکبرخان چی؟ وزیر اکبرخان کوروش و بزرگ او را تاجیکا گرفتن دیگه. بین هزاره و تاجیک تقسیمات شدن این مناطق کابل. بله. ما وزیر اکبرخان نگرفتیم، شما خوشحال خان نگرفتیم. بسیار و منطقه چیزه تپه نادرخانه نه؟ به نام تپه آقای مزاری میمانن. خبر شده زی داستان؟ نه والا. او قبر داوود خان هم چپه میکنن تا یک هفته بعد از جویه. بسیار عالی. ما امی پارک زرنگارم تسلیم ما بکنم. پارک زرنگار خو زرنگار تاجیک بوده دیگه. همون که ما خدا نزنو را بان همون حالت. نه امی پارک تسلیم ما بکنن. پارک نه همون جای باز تقسیمات بشه دیگه. هر جای که اینا پشتونوالی داشته باشه بین ما و شما تقسیمات است خلاص. به خاطر از اینکه گوری از امو عبدالرحمن گودگور همونجاست که من قبر از او کار دارم خلاص دیگه شد. خیمه خبر نیستم قبر از او پدر نالت کجاست. قبر از او پدر نالت در پارک زرنگار است. خیلی با شما باشه امان. آنم قبر از امی عبدالرحمن گودگور من اونجا تشناب جور میکنم برای مردمی که در پارک میان. دقیق است. دوستای عزیز من میره رسمی اعلان کنم آقای امان. دوستای عزیز، درانو، هیوادوالو، هزارگانو و تاجیکانو، حالا خب بامیان تغییر دادیم، در استرالیا ما نکردیم، بچه هزاره کرده. حالا ما میخوایم خدا کمی در افتخار شریک بدانیم. گفتم ما شریک هستین، یعنی انذار کلش بچهای خود. سایس خب خیر، ممنون که ما شریک هستیم. اما اصل کار از شما بود آقای امان. فاتح شما بودین، فاتح جنگ. دقیق. دوستان خداستان شروع شد. حالا ما میخوایم که در افغانستان هم بعضی مناطق تغییر بدیم. یکی دو سه ولایتی را که من تا جای خبر دارم که سرش کار جریان داره که نامش تغییر کنه. نام ولایت پکتیا، خوست و پکتیکا همان. اینا را که بچهای هزاره گفتن ما تغییر میتیم. لوی قندهار ما تا جایی که دمو لیست دیدم به نام ولایت زیبای چی جور کردن؟ همین قندار میگن که اگه شوه که به نام کولاب بانیم، که ولایت کولاب. ولایت کولاب. ولایت کولاب بانیم مقبول هم معلوم میشه نی؟ دقیقا. کولاب. و بعضی مناطقی را که در کابل وجود داره آقای امان. باز تکرار کنم که به دوستا مشخص شوه. دوستا منطقه وزیر اکبرخان را ما تغییر میتیم به نام منطقه کوروش و بزرگ. کوروش و بزرگ بشک. منطقه خوشحال خان گفتن بچه های هزاره خودشان انتخاب میکنن یکی از کلانای خود. اما تا جایی من خبر دارم هم علیپور انتخاب کردن. دقیق. لوحه خوشحال خان پایین میشه، منطقه علیپور گذاشته میشه. منطقه میرویس میدانه یا که پشتونستانه که در کابل است، او را میگن به نام منطقه ایرانیان میمانن آقای امان. دیگه دی افغانان و بچه های هزاره گرفتن کجا میمانن به نام دی هزارا. دی هزاره ها. والا. دیگه پشتونا دیگه من فکر میکنم آمد وقت رفتنتان از دیگه. از این ولایت ها را به اسم مارشال صاحب اسیب میکنن. اسیب خود زیادتر همی خوست خوش داره. خوست ولایت. چرا با من خودش قصه کرد که یک نفری یک دوست دخترش از خوست بوده. در جوانیش. با او خاطر مارشال اسیب میگم نام خوست هم تغییر میتم. با اسم خود میماند یا نه؟ بله؟ با اسم خود میمانه یا با اسم نه میگه با مو اسم نفری خود میمانه. با اسم دختر. ولایت خوست به نام ولایت ملالای میمانه به خاطری که دوست دخترش ملالای نام داشته. بسیار عالی. البته ولایت ملالای. دقیقاً. ولایت ملالای. خود دوستا ولایت خوست تغییر کرد به اسم ولایت ملالای شد. نفری مارشال صاحب اسیب تبریکتون باشه. و ولایت قندهار این مرچای را که ما پاش میتیم درد از این 10 سال التیام پیدا نمیکنه در تیک تاک. 100%. و ولایت قندهار هم به نام کولاب. ولایت کولاب. دقیقاً. کولابستان. دقیقاً. قندهار هم تغییر کرد به کولابستان. دوستای عزیز وظیفه ما می کار است دیگه. ما خو مرچ میپاشیم.
ما پلتر شالان میکنیم دیگه، خود دوستان میفهمن کارش. من میرم ریال پشتون بالا بر. درست است. خدای بره اول امانجا. من بسیم خدای بره. خب باشی ریال پشتون زیاد درخواست دادی، ولی با این گپای فارسی نویس خیلی مردم ها را تکان دادی والله. سلام مامان جان، خوب هستی؟ علیکم سلام، خوش آمدین. چی حال دارید؟ خوب هستین؟ زنده باشین. شما خوب هستین؟ تشکر. شما فعلا موضوع را صحبت نکردین. ما چی فارسی نیوز خو فرار کرده، خو کارش هم نیست، یک از دستش چیز پورا نیست، ناق در لایف ها میره، یک پف میکنه، پس پایین میشه میره، دستش چیز نیست. فعلا موضوع شماست که همی چند روش جریان داره. ببین برادر، اگر تو میگی او بداری تو فارسی نویس یک از قدرت مدارایی هستن که نام افغانستان دفعتا تغییر داد از خیلی ولایتایشان. خب کی داده تغییر؟ فارسی نویس. کجا رو تغییر داده؟ او بیچاره خودش فرار کرده، او امیال نیست در وطن. اونا خود چی میکنه؟ اونا پدرش فرار اشرف غنی کردن. اشرف غنی ما برات میگم، ببین ما از هیچ کدامشان نمیگم. اگر فرار کرد امیال میفهمی تفنگ با دست پنشیری بود، زور با دستش بود، وزیر دفاع. ببین یک دقیقه شما فراریا اشرف غنی است. ببین اگر فراری بود، او ببین یک آدم بود، کل دولت وزیر داخله امرالله صالح بود، وزیر دفاع پنشیری بود، معاون اول سرورش دانش بود، خلیلی بود، کل رئیس جمهور چیکار است در یک مملکت؟ ببین برات جوابت میتم. شما گفتین او فرار کرد، میگم فرار کرد. ما براتون رهبر فراریا اشرف غنی است یا نه؟ ببین میفهمی چی؟ اگر فرار کرد شما کدام کاری نکردین که اونجا شما خود افتخار کنین که ما کاری کردیم. اگر او 5% بود، 90% مردمای دوز بود. اگر کماندان بود، حالا رهبر فراریا اشرف غنی است یا نه؟ یک سوال. ببین او فرار اگر کرد وطن مثل اوکراین ورینان داخل به یک مشکلی که فعلا بیچاره گدایی میکنه، او رقم نکرد که او کشور برتانیا خاک چیه والا که با او میداشتن حال میخوردن اگر او جنگ میکرد. ببین حالا شما یک تعداد افغانای رفته بود در خوست پکتیا پرچم سه همین پرچم که تو مانده بودی. ببین پرچم موضوعش کو. ببین فعلا موضوعات بسیار یک تعداد افغانای رفته بود با همین پرچم در خوست پکتیا و در جلال آباد هم سر از وار خوش کل کده، هم کون از وار خوش کل کده. ببین برادر، ما اشرف غنی را گفتی، اونا طالبا را باید موضوعش ما شما گپ میدیم. اشرف غنی رهبر فراریای دنیا هست یا نیست؟ خلاص یک دفعه میگی که او اشرف غنی چرا فرار کرد، باید موضوع را میبری به اونجا که او را کل کرد. ببین تو گفتی دیگه فارسی نویس گفتی فرار کرده، گفتم رهبر ما برات میگم خب اگر اشرف غنی فرار کرد میگم نجنگید به خاطر وطن، مشکلات با دستش چیزی نبود. ببین اگر اونا جنگ میکرد ریال پشتون همین کمپانی ماشینای فراری هم از آقای غنی است یا نه؟ او برادر تو گپ میزنی. ببین در افغانستان میفهمی 90% چیزا کلش به دست آمریکایی. اما یک دانه ایرانی خواندن کردم میگه فراری هم رو برای اشرف غنی خوانده بود. ببین ما چی میگه؟ حالا سنور دانش کجاست؟ خلیلی کجاست؟ یا خیلی لوده بودن یا خیلی کاره بودن. رئیس جمهور کاره چی بیشی در 20 سال جمهوریت اینا نبود، مولی ورشش نبود، خلیلی معاون نبود، فراریا مهم است. این سرور دانش نبود. اون شما کی بودن؟ یک کماندان علیپور بود چی بود که اون خچی شد. رهبر فراریا کی بود؟ رئیس جمهور کی از رهبر میگم رهبر کی بود؟ دید که شما خائن بودین، جنگ نمیکردین، در بینتون پیسه دوست و چیزا بودین، با اتفاق نبودین، وطن گرفت، فکر کرد که این آدما انسان نمیشه. در پارلمان براتون ما چیخ زد که ما مردم انسان شویم. در پارلمان براتون پیش از پیش گفت انسان شویم. یک سوال از خودت آرام خون سرد گپ ده. خب همیشه چرا رهبرای افغان وطن حیثیت مادر داره یا نه؟ خب ببین یک سوال، وطن حیثیت مادر داره یا نه؟ ولی برای خودت یک گپ بزنم. اگر واصل او فرار کرد ما موضوعش برات گفتم. اگر او فرار کرد ما برات یک گپ بزنم، نر واره گرفت یک باشکون دیگه تسلیم کرد به طالب داد. امی وطن حیثیت مادر داره یا نه؟ داره بله. او وطن گرفت و طالب داد. طالب چرا اشرف غنی زن خود یا مادر خود به دیگه افغان خود داد؟ این چی رقم است؟ در مثلا یک دقیقه یک لحظه ببین شما میالی اون بشر دوست است. این خود اسلام روانه سال سر از این گپ بزنن سر بشر دوست چی میکنه؟ ما برات میگم خود تو ببین میگی که ولی او را به او تسلیم داد. خانت فراری امان الله خانت که میگه غازی او وطن فروخت بیادر مادر از خودت یک سوال میکنم.
خودت در سوشال میدیا 2-3 سال شد که بیرق سه رنگ میگیری که هزارستان میگیری در سال 5 دفعه تو تغییر میکنی. پدر مرا قسم داد که تو نکو او تو نکو به یک مذهب باش. مرا که تغییر میتونم شما فراریا تغییر میتونم. ما ندادیم. ببین ما اینمی قسم میخورم امروز در لایو اومدیم. خاطر از این لایفا را تو را باید 100 مردم بد بگه خوب بگه تو باید تغییر نخوری. ویدیوها لایفا را دیدی که قوم گفته چی میکنی امان جان؟ ببین تو آدم اگر خوب است یا بد است رو ما خودت میفهمی. اگر تو را تغییر چرا بده؟ تو باید یک چیزی که تصمیم گرفتی باید در قصه مردم نشوی چیز پایین گفت. تو در مورد برو سباون خو میبینی سباون در لایو میاد 100,000 مردم برش داو میدن ولی یک گپ خود گرفت. ما بیادر توهین ما بیادر از با تصمیم جدی نمی است یکی و خلاص نام افغانستان باید تغییر کنه. خب برات یک گپ بدارم بیا خود تا چی وقت تغییر میخوام؟ قوم افغان قومی است که فرهنگ نداره. بوشکه چی وقت تغییر میتین؟ همین گپ شو چی وقت؟ قرن 21 بوشکه زرد نشان. چی وقت تغییر میتین؟ من سوال کردم. آن خود تغییر دادیم دیگه از شروع شده. او کجا تغییر خورده خوری؟ نه افغان بازار شد نه بامیانت شد. مال تغییر یعنی مال تغییر است. یعنی مال افغانستان وجود نداره امارات وجود داره. خب شما خو میگین دیگه ولی ببین اما امارات است او به در گپ از ایرسه کو افغانستان خو طالب قبول داره ولی امارات که است نداره. او به در امارات مانده نامش پرچم همین پرچم تو رو قبول داره طالب نه. ولی نامش خو تغییر نداده که افغانستان گرفته خراسان کرده هزارستان کرده امارات جور کرده. تو بیا در اونموار طالب میفهمی طالب باورت میشه ما طالبا را کلشون خراب نمیگم یک سیده امارات جور کرده و بچه همی پرچمه که تو ماندی کلام ما اونمو بیرق از وارم قبول دارم. ما از وارم قبول دارم کلمه سرش نشته بوشکه زرد از اونم تو قبول داریم. ببین ما قبول دارم هم دو کلمه نشته سفید است چرا دو چی بدیست بله خوش ما لکن ننگ است نیست نام اسلام که بد کردن نمی است که دو کلمه نوشته خیلی تو که در هزارستان بیرق برای خود ساختی کدام تیر از دیده است یا شیشتی در اروپا اسلام هستین در پرچم خود چرا که کلمه مسلمان‌ها رو نوشته؟ خب شما خب ببین یک فشتر یک سوال که دست پیشم نه که شما رفتید مسلمان است یا نه؟ ببین آلدایی خود کلمه 40 میلیون بالاتر از 100 میلیون هر چقدری که مسلمان در جهان وجود دارن کلمه از این تو افغانی غژدیزه به کدام اجازه تو می کلمه مسلمان ها رو می بیرق جور میکنی؟ ما تو را چی ولی یک دمی افغانستان است کلمه سر بیرقش مانده دیگه در کشور اسلامی نداره. نه یعنی افغانا مانده. خب بخیر در سعودیه که میری در سوریه میری در عراق کشورهای مسلمان اندونزیا میری اینجا کلمه را اینا نمی گپای چیز ندن در پرچم نماندن. در پرچم چرا در عربستان ببین در پرچمش نیست 13 میلیون مسلمان روی در عربستان نیست. در پرچمش عربستان نیست پرچمش کلمه نیست. خب شما را چی در عربستان او بچه نگو که فر شما فقط موندین. ببین شما ما دو چیز نباید مذهبی دینی باس نباید فعلا گفتی اشرف غنی چرا فرار کرد گفتم اگر فرار کرده رهبر فراری های دنیا ما برای تو میگم والله قسم از برای شما در افغانستان جای نیست امیالی که نام افغان تغییر میتین ان شاء الله تعالی نام افغانستان تغییر یک لحظه به مثال مدت کوتاه نام افغانستان در حال تغییر است دیگه. افغانستان مرد دیگه افغانستان هم خلاص شد. هر بچه تاجیک برو بگو از کجا هستی میگه از خراسان. افغانستان تمام شد مرد رفت. پیش بچه هزاره برو بگو از کجا هستی میگه از هزارستان. افغانستان شما اینقدر لکه ننگ ساختین نام افغانستان و افغانیت کلگیش مربوط شما میشه. یعنی می بچه تاجیک و بچه هزاره باید که شما را از گوشتان تو داده پس زیر خجدی درو کنن. نام قومی خود دیگه به هیچ صورت نمیتونین بانین. او وطن داره همی کل ما و شما که هستیم. خب یک سیکو دور نمیریم. اگر تصمیم جدی و قاطعیت باور به خدا کنین کردم در پارلمان 2 دوره رئیس پارلمان اولین رئیس پارلمان تاجیک شد اینس قانونی. دوم بیادر ازبک شد سوم باز تاجیک شد. یعنی در 3 دوره که در پارلمان بچه تاجیک و بچه ازبک رئیس پارلمان شد. افغانا که خود در زمین زد در آسمان زد بیادر اون در پارلمان رای برده نتانست. در پارلمان در زمین در آسمان زدین رای برده نتانستن. گفته آقای امو وکیل قدرتمندی که از آقای پترام از ایراد بود از وکیلای ایراد بود گانومو گپ شدیدی میگه زبان حزب فارسی را میگه که دیگه در گور ببرین. بچه تاجیک و بچه هزاره یعنی پیشتر فارسی نویز آمدم اینجا فتوای متواضع و گپی بسیار قدرتمند با شال بخیر و لایف میاد.
یعنی میگه